فردوسی در حضور زنترین زن زمانش از زنان شاهنامه‌اش تصویری آنچنان روشن و خلاق و متفاوت می سازد که با هیچ اثر حماسی دیگری در دنیا قابل قیاس نیست و این میراث را 1000 سال بعد فقط به فرزند خلفش می سپارد، به بهراممان بیضایی. بیضایی آن وارث تمام ادبیات کهن و معاصر پیش از خودش، ارادتش به نیایش فردوسی و شاهنامه سترگش بیش از دیگران بوده است که اگر صادق هدایت بیشترین تأثیر را می‌گذارد در تقسیم بندی تیپیک زنها به اسیری و لکاته، فقط بهرام بیضایی است بعد از فردوسی که در تمام آثارش تلاش سنت شکنانه می‌کند که زن را با تمام خصلت‌های زمینیش متفکر و پویا و رها و مؤثر در تمام دوره‌های تاریخی ایران، خصوص در دوران معاصر نشان بدهد. زنها در آثار او به جرأت میتوانم بگویم فقط در آثار او نه لکاتند نه اسیری، موجودی زمینی اند با تمام افت و خیزهای هر موجود زمینی دیگر که در دنیای داستانی شخصی خودشان حق انتخاب و حق تأثیر و حق جاودانگی دارند، همان حق مسلمی که در بیشتر از 90% آثار ادبیات داستانی و سینمایی این 100 ساله اخیرمان به ناحق فقط به مردان سپرده شده و فقط بیضایی بوده که یک تنه در تنهایی کامل همچون ارتشی یک نفره جامعه عیاری پوشیده و در قامت عصیانگر هر زمانه سنستیزی از آنها در آثارش اعاده حیثیت کرده و به آنها هویتی غنایی و ادبی بخشیده. زنها در دنیای فراخ مرزهای نمایشی بیضایی هم می توانند با الهام از تصاویر و مفاهیم ازلی و ابدی شاهنامه و دیگر آثار ادبی شکوهمندمان هویتی حماسی و اسطوره‌ای بیابند، هم می توانند آینه تمام نمای زن معاصر ایرانی باشند.